نقشه سرک جدید در ناحیه ششم شهر کابل که موازی با سرک چهارقلعه چهاردی سرک ساخته خواهد شد. از خود سرک دشتی برچی از پهلوی حربی 16 سرک شروع میشه و الا قلعه بختیار ادامه خواهد داشت. در قسمت خاتمه پیدا میکنه. خب این سرک به طول 3 کیلومتر و 450 متر و عرض 20 متر ساخته خواهد شد که ما در این ویدیو براتون به طور کامل و واضح نشان میتونم که از کدام مناطق میگذره و کدام خانه ها را دقیقا تخریب میکنه. وازوم کمتر اول نشان میتونم براتون، بعد از وازوم بیشتر. این ما منظم میکنم که دقیقا معلوم شوه و این قسمت میبینین که خود سرک چهارقلعه چهاردی است. خب موازی با سرک چهارقلعه چهاردی سرک ساخته میشه. تمام سرک در ناحیه ششم شهر کابل است. این قسمت خود سرک دشتی برچی است که به طرف قلعه نو و همو پل خشک و قلعه نو او طرف ها رفته. خب این قسمت سرک شروع میشه. یک سرک دیگه هم به طرف سرک کمپانی است که این سرک است که باز میمونم براتون از رو برای سرک گلخانه به طرف کمپانی میره. خب ایرم ما براتون ویدیویش 100% نقشه سرکش میمونم که کدام خانه رو تخریب میکنه. خب این قسمت که است همزی سرک گلخانه است و این قسمت حربی 16 است که از پهلوی همزی شروع میشه به عرض 20 متر. خب این قسمت خو میبینین که کدام خانه ای نیست در این ساحه و سرک گلخانه از بالای سرک گلخانه آمده و از این قسمت از بالای خانه ها رفته. خب اینجا میبینین همزی پهلوی حربی 16 اینجا یک میدان است. از پهلوی همزو تقریبا آمده بالای خانه ها و این قسمت یک فروشگاه است. اینجا یک زیارت است، زیارت حاجی صاحب دهقان کابلی. خب و از که بگذاریم زمین های سرگل است، مسجد مولا مشک عالم یعنی غزنیچی ها و از که بگذاریم باز هم بالای زمین های زراعتی و بعضی خانه هاست. در این ساحات میبینین که اینجا قسمت چهارراهی کوچه داش ها و کوچه زاول در قسمت هاست که دور است و یک جای مسجد است، مسجد جامع حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و میبینیم که و هم دور است از نقشه سرک. خب قسمت هم که خود چهارقلعه است و این مسجد چهارقلعه و مسجد قلعه الف بالا، مسجد قلعه الف بالا که من نقشه شو باز زوم کردن نشان میتونم براتون که چقدر نزدیک به این مسجد ها هست و اومد اینجا یک چهارراهی تشکیل میده. خب در این قسمت یک میدان فوتبال هم است، میدان فوتبال منطقه است که نامش ذکر نشده، فقط نوشته است میدان فوتبال. خب اینجا دواخانه ثنای غزنوی، یک مسجد و مدرسه امام جعفر صادق در این قسمت و میبینین که تا این ساحات دیگه کدام چیزی نیست، زمین های خالی است و زمین های زراعتی است. و اینجا هم که مسجد جامع قلعه عبدالله و اینجا مسجد جامع قلعه بختیار. خب این سرک است نزدیک های همین دو مسجد خاتمه پیدا میکنه به این سرک دیگه. این سرک هم ساخته نشده تا هنوز. خب به حال با زوم بیشتر براتون نشان میتونم که دقیق معلوم شد کدام خانه ها در نقشه سرک تخریب میشن. خب عرض سرک هم براتون نشان میتونم. عرض سرک است 20 متر است و دو سرک ساخته نمیشه، فقط در یک سرک رفت آمد در یک سرک جریان خواهد داشت و در اطرافش جوی ها و پیاده رو ها ساخته خواهد شد. خب اینجا سرک گلخانه چهاردی است، این طرف هم حربی 16 است. خب اینجا یک شفاخانه هم است، شفاخانه تابان شفا. از رو بریم شفاخانه تابان شفا این سرک شروع میشه. خب میبینین اینجا کدام خانه ای نیست و بعد از این از بالای خانه هاست. این موضوع میشه زیاد میکنم، همین قدر به نظر بس است چون این خانه ها دقیق معلوم میشه. از این زیادتر کنم باز مناطق اطراف زیاد معلوم نمیشه، همین قدر خوب است. خب این خانه ها در نقشه سرک واقع شده. میبینین که متاسفانه خانه های زیادی تخریب خواهد شد. خب این ساختمان دقیق معلوم نیست، هر وقتی که متراژ باز معلوم میشه چون از این سمت ساختمان گرفته شده. خیلی کمش در نقشه معلوم میشه اما دقیق معلوم نیست که در نقشه است یا خیر. هر وقتی که متراژ دقیق تر معلوم میشه. خب این خانه ها یک منزله دو منزله که است معلوم میشه، اما خانه هایی که 4 منزل و 3 منزل باشه به خاطر که عکس ستلایت از یک سمت گرفته میشه، به همون خاطر بعضی وقتا شاید
دقیق معلوم نشوه و پس به همین خاطر منتظر متراژ باشه. اگر همی کسی که ساختمان صاحب همین ساختمان است و این ویدیو رو میبینه منتظر متراژ باشه و هر وقت متراژ و خط اندازی آمد باز دقیق تر معلوم میشه. اینجا یک مسجد است، مسجد ملا مشک عالم یا اینجا غزنیچی ها هم نوشته است. خب میبینین که مسجد اگر این ساختمانش باشه در نقشه سرک است یک قسمتش، اما مسجد ها تخریب نمیشه، پس تغییراتی در اینجا خواهد آمد. خب باز هم از بالای خانه هاست. در این ساعت میبینین که خانه های زیادی تخریب خواهد شد. خب در این قسمت ها هم از بالای خانه ها رفته خیلی کم کجی داره، دیگه زیادتر این یک قسمت کجی خورد شد و بعد از او اینجا چهارراهی کوچه داش ها نزدیکای همون قسمت رسیدیم. اونجا کوچه زاول است اون قسمت. خب باز ادامه میتیم. میبینین این قسمت ها این خانه ها همهشان در نقشه سرک واقع خواهد شد. خب در قسمت ها خانه ها و زمین های زراعتی، یک زمین زراعتی است یا باغ است در این ساحه که از بالا همزو گذشته. خب در قسمت هم بعضی خانه ها این خانه ها کامل تخریب میشه. میبینین که هم از اون طرف این کوچه است و از این طرف هم خانه خالی. خانه ها به طور کامل در نقشه واقع شده. خب این قسمت ها رو میبینین که این خانه های دیگر در نقشه واقع شده و تخریب خواهند شد و این نقشه 100% تطبیق میشه. طبق پلان شاروالی کابل است، تایید شده شاروالی کابل است و 100% همین نقشه میدیا تطبیق میشه در اطراف همین مناطق. خب این قسمت ها رو میبینین که منطقه چهارقلا است و زمین های زراعتی در این ساحه و این خانه ها در این ساحه تخریب میشه. خب اینجا یک مسجد واقع شده در این قسمت که میبینین در نقشه سرک است و همچنان از بالای از خانه ها این سرک عبور خواهد کرد، اما میبینین که این مسجد در نقشه است و مسجد ها در نقشه ها تخریب نمیشن، پس اینجا یک تغییرات خواهد آمد. اینجا زمین های زراعتی در قسمت. باز اینجا یک مسجد است، مسجد قلعه الف بالا. خب اینجا یک مسجد قلعه الف بالا است. اینجا یک مسجد دیگه در اون ساحه که اردوشان در نقشه واقع شده اما مسجد ها تخریب نمیشن، پس اینجا یک تغییراتی خواهد آمد. یا به این سمت میایه یا به این سمت میره سرک، پس منتظر متراژ باشین او قسمت در متراژ معلوم میشه. خب اینجا یک مسجد دیگه است، مسجد جامع حاجی صاحب عبدالحکیم که دور است از نقشه سرک و اینجا به نظرم قبرستانی ها شاید باشه. از پهلوی همین قبرستانی های سرک عبور میکنه و خود قبرستانی هم یک قسمتش یعنی ساحه در نقشه سرک واقع شده و تخریب خواهد شد. خب اینجا هم میبینین که خانه ها در نقشه واقع شده و این قسمت هم زمین های این قسمت که است نزدیک های همون قبرستانی است و از بالا از این قبرستانی گذشته و یک چهارراهی در قسمت تشکیل میده و خانه های که در این ساحه هستن هم در نقشه واقع شده و تا این ساحه تا میبینین که زمین های زراعتی و بعضی خانه ها. و این ویدیو رو با دوستانتان 100% شریک کنید که در ناحیه ششم شهر کابل زندگی میکنن، مخصوصا در مناطق چهارقلا و در پشت حربی شوانزای در این ساحات و در قلعه بختیار. خب این ساحات این خانه ها همهشان در نقشه سرک واقع شده که متاسفانه خانه های زیادی تخریب خواهد شد و خوشبختانه که یک سرک معیاری ساخته میشه موازی با سرک چهارقلا چهاردهی. خب میبینین که در این ساحات بعضی 2 منزله و 3 منزله همچنان هستن، یعنی 3-4 منزله است که در نقشه واقع شده اما دقیق معلوم نیست چون عکس از این سمت ساختمان گرفته شده و این ساختمان که است در وقت متراژ دقیق تر معلوم میشه و که چند متر از این در نقشه میره. دواخانه صنایع غزنوی باز هم از بالای از خانه ها و در این ساحات کدام ارچ اگر مسجد یا کدام دواخانه یک چیزی باشه که ما براتون همون منطقه را دقیق تر نشان میدم 100% ما براتون میگم، اما اگر کدام چیزی نباشه فقط همون مردم محل که خانه هایشان است میفهمن که این کدام منطقه است، کدام منطقه دیگه کسایی که
ریسا زندگی نمیکنن دیگه پیدا کردن خانه ها سخت است برشان. خب اینی دو خانه در قسمت و در ساحه یک سرک دیگه هم ساخته خواهد شد که سرک چهارقلای 14 سرک، یعنی اینجا سرک چهارقلای 14 به طرف سرکی که به طرف شهر اجنبی و وصل شده از دارالمان به طرف شهر اجنبی در اونجا وصل میشه. خب در این قسمت این سرک خاتمه پیدا میکنن نزدیک های مسجد جامع قلعه عبدالله و همچنان مسجد جامع قلعه بختیار. این تقریبا یک چند خانه 6 خانه 7 خانه با می سرک فاصله داره و همچنان 6 یا 7 خانه با این سرک فاصله داره و در اینجا خاتمه پیدا میکنه. این منطقه است که از منطقه قلعه بختیار است. خب این سرک به طول 3 کیلومتر و 450 متر و عرض 20 متر ساخته خواهد شد. از این قسمت از پهلوی حربی 16 از سرک گلخانه شروع میشه و آمده همی تو یک چهارراهی، دو چهارراهی، سه چهارراهی را تیر میکنه و بعد در قسمت خاتمه پیدا میکنه در قلعه بختیار. خب میتونین که ناحیه منطقه تان در کامنت ها بنویسین و همچنان نقشه میدیا رو سابسکرایب کنین تا از نقشه سرک های جدید کابل با خبر شوین و ویدیو رو با دوستانتان 100% شریک کنین.